خداوند جل و علا در قرآن می‌فرماید: "و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب". هر کس که شعائر دین ما را اگر احترام گذارد، او ما را احترام کرده است و از تقوای او است، از پرهیزگاری او است، از نشانه کاملی ایمانی او است. پس وقتی که به مسجد می آید، لباس‌های کوتاهی که پشت انسان در وقت سجده و در وقت رکوع میتابد نپوشید. لباس‌هایی که صورت دارند که نماز خود انسان نمازگزار و آنانی که در چشمشون هم صورت میافتد، نماز دیگران و نماز خود را بیکار و فاسد نکنند. از اجر و پاداش خود بعد از این قدر زحمت‌ها کم نکنند. و یکی از سنت‌های روز جمعه هم این است که انسان بهترین لباسش را بپوشد، بهترین عطرش را بزند و بهترین اخلاق و بهترین آداب در خانه خداوند جل و علا با تعظیم و با خاکساری بشیند. خداوند